من فرزند پروری یکی از مهمترین مسئولیت هایی است که هر والدینی در زندگی خود بر عهده دارند. این مسئولیت نه تنها تأثیر زیادی بر رشد و شخصیت فرزند دارد، بلکه بر سلامت روانی و اجتماعی نسل‌های آینده نیز اثرگذار است. بنابراین درک صحیح و آگاهی از اصول فرزندپروری برای هر پدر و مادری ضروری است. فرزندپروری هنر یا علم. بسیاری از والدین ممکن است این سوال را داشته باشند که فرزندپروری یک هنر است یا علم. پاسخ به این سوال پیچیده است، زیرا فرزندپروری ترکیبی از هر دو است. یک هنر است زیرا هر کودک یک موجود منحصر به فرد است و به شیوه‌های متفاوتی پاسخ می‌دهد. اما در عین حال فرزندپروری علم نیز هست، چرا که تحقیقات روانشناسی و تربیتی نشان می‌دهند که روش‌های خاصی در پرورش کودکان مؤثرتر از روش‌های دیگر هستند. نقش والدین در شکل‌گیری شخصیت کودک. والدین اولین و مهمترین افراد در زندگی کودک هستند و رفتارها و ارزش‌ها، نگرش‌های آنها نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری شخصیت کودک دارد. از لحظه‌ای که کودک به دنیا می‌آید، والدین نقش مدل‌سازی را ایفا می‌کنند. رفتار والدین، نحوه واکنش به مشکلات و نحوه مدیریت احساسات تماماً بر کودکان اثرگذار است. رابطه عاطفی بین والدین و کودک. یکی از اصول اساسی در فرزندپروری ایجاد یک رابطه عاطفی مستحکم و گرم بین والدین و کودک است. تحقیقات نشان داده که کودکانی که از محبت و حمایت‌های عاطفی کافی برخوردارند، نه تنها در رشد عاطفی و اجتماعی موفق‌تر هستند، بلکه در مواجهه با چالش‌های زندگی هم مقاومت‌تر می‌شوند. این ارتباط عاطفی اعتماد به نفس کودک را تقویت کرده و او را برای برخورد با مشکلات زندگی آماده می‌کند. مهارت‌های تربیتی بر چالش‌های آن. فرزندپروری همیشه با چالش‌هایی همراه است و والدین ممکن است در مواجهه با نافرمانی، لجبازی، اضطراب یا رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی کودک دچار سردرگم می‌شوند. برای این منظور مهارت‌های تربیتی مختلفی وجود دارد که می‌توانند به والدین کمک کنند. این مهارت‌ها شامل گوش دادن فعال به کودک فرصت داده می‌شود تا احساسات و نگرانی‌های خود را بیان کند. محدودیت‌های منطقی، تعیین قوانین واضح و معقول که به کودک کمک می‌کند تا مسئولیت‌پذیر شوند. مدیریت احساسات. والدین بایستی به کودک بیاموزند که چگونه احساسات خود را کنترل کرده و راه‌حل‌های منطقی برای مشکلات پیدا کنند. ستایش و تقدیر، تشویق رفتارهای مثبت و دستیابی به موقعیت‌ها به کودک انگیزه می‌دهد. تأثیر فرزندپروری بر رفتار کودک. روش‌های تربیتی که والدین انتخاب می‌کنند تأثیر مستقیمی بر رفتار و شخصیت کودک دارد. به عنوان مثال، والدین مستبد کودکانی هستند که تحت تأثیر والدین مستبد قرار می‌گیرند. معمولاً احساس عدم کنترل و خودمختاری دارند و ممکن است در آینده با مشکلات اعتماد به نفس و روابط اجتماعی روبرو شوند. والدین آزاد کودکانی که بدون نظارت و هدایت تربیتی مناسب بزرگ می‌شوند، ممکن است به مشکلاتی چون عدم احترام به قوانین و ناتوانی در مدیریت احساسات و مسئولیت‌ها مواجه شوند. والدین مقتدر بهترین سبک تربیتی به نظر می‌رسد. این والدین با محبت و همدلی و مرزهای واضح و منطقی برای کودک تعیین می‌کنند که موجب رشد سالم و عاطفی و اجتماعی او می‌شود. ششم، فرزندپروری در دنیای امروز. دنیای امروز با دنیای گذشته تفاوت‌های زیادی دارد.
چالش‌های جدیدی چون تکنولوژی، رسانه‌های اجتماعی، فشارهای اجتماعی و مشکلات اقتصادی تماماً بر نحوه تربیت فرزندان تأثیر می‌گذارند. به همین دلیل والدین بایستی خود را با این تغییرات سازگار کرده و مهارت‌های جدیدی برای فرزندپروری یاد بگیرند. مثلا آشنایی با دنیای دیجیتال و نظارت بر استفاده فرزندان از رسانه‌های اجتماعی جزء ضرورت‌های مهم است. هفتم، آگاهی و آموزش برای والدین. یکی از مهمترین گام‌ها در فرزندپروری آگاهی آموزش والدین است. والدین بایستی در مورد رشد کودک، ابزارهای عاطفی و روانی او، نحوه ارتباط مؤثر با کودک اطلاعات کافی داشته باشند. دوره‌های آموزشی، کتاب‌ها و مشاوره‌های تربیتی می‌توانند به والدین در این زمینه کمک کنند. نتیجه می‌گیریم فرزندپروری یک مسئولیت بزرگ و در عین حال یکی از بزرگترین لذت‌ها در زندگی است. والدین باید با دقت، محبت و آگاهی به تربیت فرزندان خود بپردازند، زیرا آنها نه تنها در شکل دادن به آینده فرزندانشان هستند، بلکه به نوعی در حال شکل‌گیری به جامعه فردا نیز میباشند. فرزندان در محیطی پر از عشق، حمایت و نظم و تربیت میشوند. در آینده قادر به ایجاد تغییرات مثبت و مؤثر در جامعه خواهند بود. بیایید به عنوان والدین، معلمان و مسئولین اجتماعی همگی دست به دست هم بدهیم و برای پرورش نسلی سالم و آگاه تلاش کنیم. دنیای امروز با دنیای گذشته تفاوت‌های زیادی دارد. چالش‌های جدیدی چون تکنولوژی، رسانه‌های اجتماعی، فشارهای اجتماعی و مشکلات اقتصادی تماماً بر نحوه تربیت فرزندان اثرگذار است. به همین دلیل والدین بایستی با این تغییرات سازگار کرده و مهارت‌های جدید را برای فرزندپروری یاد بگیرند. مثلا آشنایی با دنیای دیجیتال و نظارت بر استفاده فرزندان رسانه‌های اجتماعی جزء ضرورت‌های مهم است. فرزندپروری یک مسئولیت بزرگ و در عین حال یکی از بزرگترین لذت‌ها در زندگی است. والدین بایستی با دقت،
با دقت، محبت و آگاهی به تربیت فرزندان خود بپردازند، چون که آنها نه تنها در حال شکل دادن به آینده فرزندانشان هستند، بلکه به نوعی در حال شکل دهی به جامعه فردا نیز میباشند. فرزندانی که در محیطی پر از عشق، حمایت و نظم و تربیت میشوند، در آینده قادر به ایجاد تغییرات مثبت و مؤثر در جامعه خواهند بود. بیایید به عنوان والدین، معلمان و مسئولین اجتماعی همگی دست به دست هم بدهیم برای پرورش نسلی سالم و آگاه تلاش کنیم.